بچه کسی سوالی داره از سردار؟ باشگاه بعدیش رستوف. چی؟ نه تو اگه قرار باشه توی تیمی در ایران بازی کنی با کدوم بازی میکنی؟ کدوم دلت میخواد؟ من خیلی پرسپولیس دوست دارم، خیلی استقلالم دوست دارم. استقلالیارم خیلی دوست دارم. خب چقدر کمه. خب صنعت نفت آبادان یاره. کدوم تیم ممکنه دلت بخواد بازی کنی اگه بیای تو ایران؟ من خدا اگه راستشو بگم من هواداره تراکتور رو خیلی دوست دارم. اگه من بگم پرسپولیس یا استقلال قطعا این یا استقلال از پرسپولیس ناراحت میشه یا پرسپولیس از استقلال ناراحت میشه، ولی من خودم همیشه به پدرم گفتم اگه سال اول اگه بخوام بیام میام تراکتور. چه باحال. ما هممون چون من واقعا نه اینکه من بگم ترک و ترکمن و اینا همه برادر همیم، ولی هواداراشو من خیلی دوست دارم، واقعا انرژی خاصی داره. کیف میده بهتون تیم بازی کنی، انرژی اونا رو بگیری. یه دست بلند خدایی داره این حرفاش دیگه.